دیدن که این مردک خوب در بین همون یهودی ها در همون سجده میکنن. در این حال خدا یک حال هیچ مشکل نداره، هیچ مشکل نیست. بگذار ماشین خدا یک حال یک اونای میگم مردک هم که هنر داره، همون هنر شده اسلام صرف کرده است. همین سببگاری زیاد شده است که مسلماناش نیست. چون هیچ مشکل نداره، هیچ مشکل نیست. بگذار ماشین همه همیشه پدرش که یهود رفته است. چی وقتی ما بگویم عموما نبود یکون کس داری مغلوب را میگن تو همین مشهور نشده. ما دیدن که این مردک خوب در بین همون یهودی ها در همون سجده در این حال خدا یک حال یک اونای میگم چون هیچ مشکل نداره، هیچ مشکل نیست. بگذار ماشین مردک هم که هنر داره، همون هنر شده اسلام صرف کرده است. همین سببگاری زیاد شده است که مسلماناش نیست. این به تاثیر نیست. این مرده ملوغه بلشیکای او همیشه زیادتر کرد. یعنی اگر در مجموع بگیری همه همین دنبال دعوت شویه است و فقط این یک سخن دعوت محمد علی است. میلیون ها نفر محمد علی سببگار شدی در امریکا اسلام قبول کرد. چون هیچ مشکل نداره، هیچ مشکل نیست. بگذار ماشین صحبت میکنم جونی بعضی‌ها تنگی کرده بعد همیشه قبضه داشت. هی درست نیست. ولی با دلیلش نمیه. دارو میزنی دارو حرامه. آخه دارو اگر با تحقیر توهین بزنی حرامه. میگه در اسپورت که دارو نزنی دارو میزنن. چون هیچ مشکل نداره، هیچ مشکل نیست. بگذار ماشین این بازی‌ها رو بعضی‌ها حتی با جهاد مقایسه میکنن. این یک جهالت، این یک دوری از قرآن و سنت، این یک گمراهی است که یک آدمی که رود از یک بازی حرام میلیون ها کار کند و کفار خرسند بکند براءت نداشته باشد، اینه شما مثلا به جهاد قیاس کرد و غیر به دست آوردن یا به خاطر بیرق کفری یک دولت خود رو برداشتن یا به خاطر یک مبلغ معین جنگ میکنید و جنگ شما آمیخته باشد و امکانیت برو زدن باشد، یعنی بروی زدن هم جایز باشد، این نمودی مسابقه ها مطلقاً حرام است. دلیل چیست؟ دلیل این است اولا که یک چند دلیل هست، البته از یک چند جانب بیان میکنم. دلیل اول پیامبر صلی الله علیه و سلم برای انسان حرام کرده اند که به خودش ضرری بیارد و به کسی ضرر بگیرد و البته از نظر شریعت انسان خودش رو به ضرر تخمینا تقریبا مثلا شما میدونید که شما رو لطکوب میکند لیکن پول میگیرید. به این نمودی بگوییم ورزش یا به این نمودی کار به خود کسب گرفتن و پول کار کردن حرام است. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن فإن علیک لنفسک حق، نفست بر تو حق دارد، باید نفست رو یعنی جسمت رو احترام بکنی. ظلم کردن حق نیست. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر ظلم نکردن نفس میگویند که یک جسمت به جای سایه و جسم یک قسم جسمت به آفتاب نشین، یا به آفتاب کامل نشین یا به سایه کامل نشین. این یک عدل است به جسم که شما به خاطر مبلغ برآمده زنازنی کرده پول گرفتن حرام است. هر کسی چیزی بگوید این فتوای علمای لجنه دائمه و علمایی که نمبر کردن و علمای دیگر زیاد صحبت کرده است. پس امکانیت است که بروی شما زند برویش زنید اما مبلغ میگیرید، پس این بازی حرام است، زیرا که شما ضرر به نفس آورده اید. یکی از حرام بودنش ضرر به نفس آورده است و قاعده هم هست که لا ضرر ولا ضرار. انسان مسلمان نه به خودش نه به کسی دیگر ضرر بیاورد. بعضی هم میگن که مثلا امروزه ورزش کننده هایی که به این مسابقه مشغول میشوند، به UFC، MMA و بوکس میروند در اروپا با کافرهای حربی جنگ میکنند. بگذارید کافرها رو بزنند. ما میگیم که بله اگر کافرها رو زنند باکی ندارد، لیکن این کافرها رو به خاطر الله زدن است، به خاطر پول زدن است و یا خود شما هم به قاعده این نمود ورزش خود شما هم شرط خوردن شما هم است، خود شما هم مغلوب شدن است در دایره این نظام. از همین جهت حرام است که شما میروید اگر شما نتوانید زده به دهان بینی شما و بروی شما از جانب یک کافر یا از جانب کسی دیگر ضربه آمدنش امکانیت دارد یا ندارد؟ بله دارد.
وقتی که امکانیت ضربه زدن به جانب شما از طرف دیگر وجود دارد به خاطر مبلغ و به سابق به خاطر خرسند کردن مشاهده کنندگان بالخصوص کفار، این حرام است. یعنی شما خودتون رو به خاطر مبلغ و به خاطر خرسند کردن گرد و اطراف در اونجا میگذارید تا که جنگ شود، شما نتوانید او روی شما رو خونالود و میزند. حرام است. مسئله بروی زدن این مسئله عادی نیست. شما فکر نکنید که زدن شما فقط حرام است، نه، بلکه زدن وای طرف هم بروی شما حرام است. شما نباید موافق کنید که کسی رو برویش زنید یا کسی بروی شما بزند. به این نمود مسابقه امضا گذاشتن و رفتن و شرکت کردن 100% حرام است و به این علمای اهل سنت و جماعتی که کبار هستند، از لجنه علمای کبار و نامهای علمایی که گرفتم، همه صحبت کردن. این یکم مثلا از جانب ضرر نآورید، لا ضرر ولا ضرر. از جانب دوم بارک الله فیکم، الله سبحانه و تعالی یک چیز رو وقتی که حرام میکند پول و مبلغ همین چیز هم حرام میشه. وقتی که بروی زدن حرام است و مسابقه ای که آمیخته است یا که بروی زدن هست در اونجا، شما به این مسابقه اشتراک میکنید، بروی وای میزنید، بروی شما میزنید، خواهید نخواهید، و بالاخره مخالفت شریعت که شد، عمل که حرام شد، مبلغی که از اونجا میبیاد حرام است. چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث گفتند ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. الله زمانی که یک چیز حرام میکند، مبلغی که از همون چیزی حرام میآید حرام است. بارک الله فیکم. چیز حرام است، تجارت کردن این هم حرام است. یک نمود مسابقه حرام است، از همون پول به دست آوردن حرام است. بارک الله فیکم. پس یک مسابقه ای که به خاطر مبلغ شما بازی میکنید و نتیجه همون مبلغ حرام است، پس اینم دومین سببی حرام بودنی انا همون مسابقه میگه. وقتی که مقصد شما پول کار کردن است، نتیجه چی میشه؟ نتیجه پول که حرام شد، مسابقه حرام است. یا مشهور شدن باشه. مشهور شدن که البته در بین کفار و مسلمین هر این چنین مشهور شدن ها جایز نیست، حرام است. این دومین نمودی این سببی حرام بودن این بازی است. سیومین نمودی حرام بودنی، بگویم سیومین سبب حرام، سیومین علت و سبب حرام بودن این بازی، بارک الله فیکم، شما برای خرسند کردنی کفار یک محرماتی رو به جا آورده، یعنی دهن بینی او رو میزنید، او دهن بینی شما رو میزند. یعنی جنگی که شرط بینت کم دارد و جنگ آمیخته است. مقصد چیست؟ مقصد اساسی این نمود بازی ها چیست؟ خرسند کردن کفار است. البته مسابقه های باشد که به مانند بگویم گوشتین گرفتن، بربه، این نمود بازی هایی که می شود باکی ندارد، یا که این نمود بازی ها بالخصوص در بین مسلمان ها شاید مسلمان ها هم خرسندشند، هم ببینند مسابقه هایی که بروی زده نمیشد، بهترین است. اما امروز ما میبینیم که این نمود مسابقه ها برای خصوصا پولدارها بینات خرسندی میکنند، مبلغ گذاری میکنند و غیره و غیره، برای انا همون اکثری کفار یا فسوق این عمل انجام شده و شما سبب شده ایستادید که همون کفار و همون فسوق و همون قماربازها در همین روز جمع بشود این عمل را انجام دهد. این یکی از سبب های دیگر است. سبب دیگری حرام بودن این چیز، سبب چهارمش اگر بگیم، این مکانی هست که مکانی اختلاط است. یعنی زن و مرد، زنهای برهنه و بگوییم در هر یک دور یک، دور دو، ما میگیم راوند یک، راوند دو باشد، دور یک، دور دو، یک زنی لوچه برآمدن، یا که پیش از بازی و بعد از بازی برآمدن، یا که انا در همون جا مخصوص نمایش دادن زنهای بدنش برهنه در تلویزیون که تماشابینه هم میبیند، یا که خودی همون مردم، این هم حرام است. نظر کردن به زنی یک لوچه که بدنش میبینید این حرام است. به مویش نظر کردن، در همونجا بازی کردن، یا شما بازی بکنید و فاحشه های این بگوییم زنهایی که انا همچنین کفار هستند و برهنه هستند به اینجا بیاند و آمیخته مسلمانی اینو زنها شدن، این چیز عادی کردن به همین واسطه این حرام است.
یعنی این مسابقات سبب میشد که اختلاط عادی باشد، مسلمان ها بین زنهای کفار و لوچ و برهنه و اینو همراه بگردند. این چیز تماشا کردنش برای مسلمان ها عادی بشود، برای فرزندان ما عادی بشود. این برای همه چیزها ساخته شده است و این چهارمین سبب حرام بودنش است. و پنجمین سبب حرام بودنش این کشوده بودن عورت است. این طالب علم بقواد یکی از جهالتشون همین است که گفتند عورت حبیب پوشیدگی است، تمام است. اگر حبیب شلوار پوشیده یک دیگر از بالاش خلط پوشیده برات هم این بازی حرام میشد، برای اینکه عورت فقط حبیب در اینجا صحبت کرده نمیشد، عورتی طرف مقابل حبیب هم میشد. ما وقتی که مسابقه میشود تماشا میکنیم، یا خودی حبیب وقتی که مسابقه میشود تماشا خودش همون طرف مقابلش میبینه. مثال یا یک مسلمان غیر از حبیب، یک مسلمان دیگر وقتی که به همین مسابقه خطا میکنه بازی میکند، طرف مقابلش اگر یک کافر باشد وقتی که به یک لباس تک پوش می آید که تماما سانی پایش کاملا می نماید، بینهایت در بالا هست، عورتش می نماید، در این حالت البته این گناه کبیر است عورت یک مرد را دیدن. و عورت این مرد سبحان الله در تلویزیون ها وقتی که همه ما مخلص میشیم تماشا میکنیم، مثلا فرزندهای ما تماشا میکنه، چی است؟ اینم یکی از سبب‌های حرامش است. همون علمایی که من نمبر کردم همین سبب‌ها که حرام کردن. ما باید نظری وسیع بکنیم. امروز به مسلمان ها عادی شده است که عورت یک مرد یا زن رو ببیند، از سبب اینکه ما در بین کفار آمیخته شدیم. حتی امروز انسان ها اعوذ بالله به درجه اومدن که لوچ بینند هم پروا نمیکنند. این همش از سبب نبودن عقیده، از سبب نبودن توحید، از سبب نبودن غیرت و تو بروز دایره شدن است. فقط یک مرد مسلمان اگر به این بازی رود، ما سر لباسی عورت مرد مسلمان نه، طرف مقابلش رو هم باید بینیم که این بازی اجازت میدهد که عورت مثلا بالغ شده باشد. ولی اما در بالای عورت اختلاف است گفتن و امام بخاری را مثال آوردن. این یک جهالت است، این یک جهالت است. امام بخاری رحمه الله ثانی پا رو یک وجب از زانو بالا رو هیچ وقت اجازت ندادن. چه خیلی که ما امروز از این بازی کننده ها بسیاری کفارش میبینیم که یک وجب هم بالاتر قریب که همه جسمش کشودگیش هم هسته، بسیارتر مثلا ترسوهای وقتی که تنگ و بالا میپوشد هست وجود دارد. ما این انکار کردن نمیتونیم. اما امام بخاری رحمه الله از زانی بالا میگند اگر کمی زانی هم نماید یک انگشت دو انگشت باقی ندارد. میگه معنای این سخنی نیست که شما سانی پا رو کشوید، سانی پا عورت است. این به اتفاق علما است. اختلاف فقط کمی در بالای زانو و خود زانی است. البته زانی عورت نیست، لیکن از خود زانو که بالا میبراید 4 انگشت و 3 انگشت این عورت است و این حرام است و دیدن این چیز حرام است. بارک الله فیک. این یک مسئله دیگر است. باور کنید یک چند دیگر سبب‌های دیگر وجود داشت. به مانند اینکه علما میگویند هر مسابقه که مسلمان رود و داند که در مسابقه این مسلمان و به سبب همین که مشهور شده است و به نهایت کفار و مسلمین همه به این مخلص هستند و در بازی این شاید میلیون ها انسان پول همدیگر را باطل بخورند، حرام است. باطل خوردن پول هم به واسطه قمار باطل خورده می شود، هم خریدن این بازی ها رو خریده تماشا کردن که به میلیون ها دلار خریده می شود. در دولت های مسلمان نشین جوان های مسلمان میلیون ها میتونن تماشا میکنن. پول رفتن پول به جیب کفار از مسلمین در حالت باطل، فریب و نیران کردن خوردن پول مسلمان است. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به همین دلالت میکنه علما میگن. و بعد از این بارک الله فیکم، انا همون بسیار قماربازهایی که میلیون ها و میلیارد ها در این بازی های مثلا مخصوص همین بازی ها غلبه میکنند، البته که با ریاستی انا همین تأسیس دهنده های این بازی همکاری دارند. این معروف است، هم با همه نمودی بازی ها و بالخصوص بازی های این جنگی UFC MMA و غیره، بوکس، اینها عادتا قماربازان سخت‌ترین عالم در این بازی با همون مؤسس های این بازی همکار هستند، با هم دیگر مشورت میکنند. مبلغ‌های اگر زیاد غلبه کنند هم به همون بریده و هم به این یعنی یک فائزهای معین دارد. گرچنده که بعضی بالکل این کار میکنن، این کار کردن نمیشود. این چیز آمیخته بینا شدید است و این همه حرام است. و بعد از این بارک الله فیکم، برداشتن بیرق کفار است. شما میگید که خیر فلان نفر نبرداشت، یکی دیگر نفر میبردارد. بیرق کفار این چی است؟ این طاغوت است. برداشتن بیرق کفر کفر است.
اگر همه دوست داشته برداشته بوسه کرده این دولت من وطن من کفر میشه. و یکی از دیگر ممانعت‌هاش چندمیش است، 8 و 9 است که از نام دولت شما را اعلام میکنند. شما آیا میتوانید که از نام اسلام خودتون اعلام بکنید؟ هر کسی که به این جنگ از نام بگیم از طرف مسلمان ها میرود، بازی مسابقه میکند، آیا میتواند بگوید که از نام مسلمان ها یک نفر آمد جنگ میکند به یک امریکانس؟ نه، میگه که از روسیه هست، یا که از مثلا تاجیکستان است، یا که از فلان جا است. وقتی که شما غلبه میکنید، شما خواهیدم نخواهیدم نام دولت کفری رو میبردید. شما نباید دولت کفری رو نامش رو بردارید. و همین مسلمانی که امروز چمپیون یکی از بازی است، ببینید به نام کفار روسیه رو برداشت، با همین پوتین هم نشست شد. به خاطر چی همین رکلام کردن همین چیزها، در یعنی رکلام کردن دولت کفری، گویا که این دولت خوب است، مسلمان ها آزاد است، مرحمت بیمارال شما گردید، سپورت هست، همه چیز هست، ما یک دولت خوب هستیم گفتن گپ است، در حالتی که از جانب دیگر مسلمان ها رو نابود کرده است. این همه بازی های مخصوص برای فریب دادن و نابود کردن و عقیده مردم مسلمان ها رو نابود کردن و به همین چیزها انداختن است. و این نبودن الولا و البرا است. کجا هست یک مرد مؤمن موحد که براءتش از کفار، که کفار رو اینقدر خرسند کند، کفار رو به اینقدر مبلغ های قمار بازی ها درآورد و دولت نامی کفار رو بالا کند؟ سبحان الله، اینجا هزارها مخالفت است اگر با میده چودش بره و این حرام است و به حرام بودنی شک نیست. از همین جهت به همون انسان هایی که طالبین هستند در این مسائل از اجتهاد شخصی خود صحبت نکنند، به حدیث ها نظر بکنند. پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که گفتن که وقتی که یکی از شما جنگ میکنید از وجه فتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته گفتند، یعنی وقتی زدن از روی احترام که گفتند. امام نووی ببینید که در زیرش چی میگن، دیگر ابن حجر اسقلانی و دیگر علمای بینید میگن که حتی در حالتی یک آدمی که گناه کرده است یا یک مخالفت شریعت کرده است بر روش نمیزنید. از همین جهت کسی که زنا کرده است به تمام بدنش زده شود هم بر روش زده نمیشه. حتی آدمی که زنایی بگویم، اگر آدمی یک مرد زندار یا یک زنی شوهردار اگر زنا کند رجم است، معروف است. اگر رجم به سر یک کسی صادر شود به سنگ بر روی همون آدم زدن ممکن است. گرچه که شما وی میکشید، باید کشید وی زده به سنگ، لیکن بر رویش زدن ممکن است. چلی که در حدیث سنن و مسند آمده است، امام ترمذی روایت میکنه، ابو داود و غیره، که پیامبر صلی الله علیه و سلم به پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از نفرها میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم من میکنن که لا تلقوا على وجه میکن، یعنی رویش به سنگ زده نکشید میگه. از همه جهت سنگ زدن یا که مشت زدن یا که به یک چیز دیگر زدن حرام است. اما اگر شما بگید که پس این جنگ هایی که بین مسلمان کفار جهاد و این مسئله جهاد دیگر چیز است، این بازی ها رو بعضی ها حتی به جهاد مقایسه میکنن. این یک جهالت، این یک دوری از قرآن و سنت، این یک گمراهی است که یک آدمی که رود از یک بازی حرام میلیون ها کار کند و کفار خرسند بکند، براءت نداشته باشد، این شما مثلا به جهاد قیاس کنید و غیره و غیره. این مسائل جانب های بین و نازکی دارد. از همین جهت به نفس خود نظر کرده انسان نباید باور کرد و علما باز کرده. بارک الله فیک.